نذار بریزه زمین جبار جان. ببین داری میریزی زمین. چونشو بیار داخل. نه عزیزم، اتفاقا یکی از دوستان پرتلاشی که دیدم آقا جبار واقعا حرفه‌ای کار کرده با اینکه هیچ آموزشی نداشته. البته لو داد خودشو، هر چند تا سوال داشته از اینستاگرام اما پرسیده گفتن لذینه. درسته آقا جبار؟ پولی که به ما ندادی هر سوالی پرسیدی؟ نه خدا خیرت بده. دعا میکنیم انشالله موفق باشه همیشه. من دعا میکنم برگرده کشورش و بهترین زندگی رو اونجا ایجاد کنه. هر کس تو وطن خودش راضی تره.